سلام، جمشید هستم از یاما یوگا و امروز دومین ویدئویی هست که در مورد آستیا صحبت میکنیم. آستیا بخش سوم از 5 یاما هست و یاما اولین از 8 شاخه یوگا یا آشتانگا یوگا هست. توی ویدئوی قبلی من در مورد معنای آستیا صحبت کردم که معناش در واقع هست دزدی نکردن و مثال‌های مختلفی توضیح دادم، مثال‌هاش رو گفتم و اینکه دزدی چیه. گفتم که دزدی خب این نیست که فقط ما بریم توی مغازه یه نفر یا خونه یه نفر و یه چیزی رو بدزدیم و فرار کنیم. سطوح مختلفی داره و معناهای مختلفی داره. توی ویدیو قبلی در مورد اینا صحبت کردم. توی ویدیو امروز 2 تا نکته رو میخوام بگم. اولا که 4 نوع از دزدی هست. این 4 نوع رو توضیح میدم و بعد هم در مورد ریشه دزدی چی میشه که ما به سمت دزدی به هر سطح و به هر معنایی میریم. خب اول پس 4 نوع دزدی. اولین نوع از 4 نوع دزدی فیزیکی هست که همون چیزیه که خب گفتیم معنای خیلی واضح دزدی اینه که شما میری توی مغازه یه چیزی میدزدی میری بیرون، یا خونه کسی میری یه چیزی میدزدی، نمیدونم حالا یه چیزی مال یک نفر هست یه جایی هست اون نفر نمیبینه شما برمی‌داری و میری. این پس دزدی فیزیکی هست. دسته دوم یا نوع دوم از دزدی در واقع دزدی ذهنی هست. پس اولیش دزدی فیزیکی، دومی دزدی ذهنی. توی همه همین مثالایی که زدم اگر شما فکر کنی به این که میشه این کار رو کرد، این دزدی ذهنی اتفاق افتاد. مثلا شما میری توی مغازه و میبینی که حالا فروشنده حواسش نیست و شما خیلی راحت میتونی یه چیزی رو بذاری توی جیبت و بیای بیرون، هیچ کس هم متوجه نمیشه. یا مثلا توی حالا محل کار، نمیدونم مدرسه، دانشگاه، هر جایی گوشی یه نفر یه چه میدونم هر چیزی، یک چه قیمتی یه چیزی یک جایی هست و هیچ کس هم اون دور و بر نیست، به ذهن تو خطور میکنه که خب من میتونم اینو بردارم و ببرم. ولی حالا به هر دلیلی این کار رو نمی کنی، ولی همین که به ذهن تو خطور میکنه انجام این کار، این دزدی ذهنی اتفاق افتاده. این پس نوع دوم. نوع سوم عدم بخشش فیزیکی. بخشش به معنای دادن، به معنای بخشیدن، دادن. به چه صورت هست؟ این که ما توی این دنیا فقط دریافت کننده نیستیم. ما وظایفی داریم توی این دنیا که باید انجام بدیم. در قبال چیزهایی که دریافت میکنیم، مثلا از طبیعت یه چیزهایی دریافت میکنیم، ما یک وظیفه‌ای داریم. از انسانها یه چیزهایی دریافت میکنیم، یه وظیفه‌ای داریم. و یا یک وقتایی پولی میگیریم و وظیفه‌ای داریم کاری انجام بدیم. و وقتی ما این وظیفه رو انجام نمیدیم، این در واقع بازپسدهی رو انجام نمیدیم، یک نوعی دزدی انجام دادیم و این عمل رو انجام دادیم، یک نوع دزدی هست، حالا در یه سطحی دزدی هست. پس این دسته سوم. دسته چهارم، پس دسته اول بود که دزدی فیزیکی، دسته دوم دزدی ذهنی. الان عدم بخشش فیزیکی، آخرینش رو میتونی حد بزنید که عدم بخشش ذهنی، یعنی که تو به این فکر میکنی که میتونی یک جایی کمتر ببخشی، کمتر بدی، کمتر وظیفت رو انجام بدی. مثلا فکر میکنی که خب من امروز سر کارم میتونم الان یه ذره کمتر کار کنم، یا مثلا اگر یه کاری دارم انجام میدم با کیفیت کمتری انجام بدم. یا اگر مثلا فرض کنید در مقابل خانواده‌ام یه مسئولیتی دارم، حالا چه یه کاری باید انجام بدم، یه مسئولیت عاطفی دارم، اینو کمتر انجام بدم یا انجام ندم. وقتی بهش فکر میکنی شاید انجام میدی نهایتاً اون کار رو با اون کیفیت انجام میدی، ولی همین که بهش فکر
کنی که من میتونم این کارو بکنم، این عدم بخشش، عدم دادن در واقع ذهنی اتفاق افتاده. پس این از 4 نوع یا 4 سطح دزدی بر اساس آموزه‌های آشتانگای یوگا. مورد بعدی که امروز میخوام صحبت کنم در موردش، در مورد ریشه در واقع این دزدی هست. از کجا میاد؟ ما توی آموزه‌های یوگا توی در واقع دید کلی به هستی به انسان میگیم که در مورد هر مشکلی یه ریشه هایی وجود داره که اون ریشه ها باید شناخته بشه. اگر ما واسه هر مشکل یک راه حل مخصوص فقط اون مشکل درست کنیم، اولا که ریشه ها رو نشناختیم و خیلی وقتا مشکلات جدید ایجاد می‌کنیم. مثلا توی طب مدرن ما خیلی اینطوری، حالا نه فقط طب، کلاً جامعه شناسی، روانشناسی، همه چی مدرن، همه چی بیشتر چیزهای مدرن به این ترتیب هست که یک مشکلی هست، برای اون بیاین یک در واقع درمان یا یک راه حل موضعی و موقتی ایجاد کنیم. مثلا سر من درد میکنه، سریع مسکن بخور، سر درد تموم شد. حالا اولا که این سر درد از کجا اومده؟ حالا این رو ما فرض کنیم که این سر درد رو خاموش کردیم. از کجا اومده؟ این از یه جایی اومده و این سر درد برمیگرده. به اضافه اینکه قرصی که میخوری و اون رو خاموش میکنه، این خودش 10 تا مشکل بدتر از اون سر درد ایجاد میکنه. پس ما توی دیدگاه کلی نگر به جای جزئی نگر، مثل دیدگاه کلی نگر یا هولیستیک توی یوگا میگیم باید ریشه ها رو بشناسیم. در مورد دزدی، حالا به هر مفهوم و به هر سطحی که صحبت کردیم امروز، هم میشه اینطوری فکر کرد. در مورد دزدی یک در واقع دیدگاه یا یک فکر ریشه‌ای وجود داره و اونم اینه که من به اندازه کافی ندارم یا من به اندازه کافی خوب نیستم. این یه چیزیه که از درون به تو این نهیب، این ندا رو میده. و چی میشه؟ وقتی این اتفاق میفته تو اعتماد به نفست کم میشه و این فکر تو رو سوق میده به سمت در واقع خواستن بیشتر و حرص و طمع بیشتر و حرص و طمع بیشتر تو رو سوق میده به سمت دزدی، به همین معناهایی که گفتم. پس این از ریشه ای. حالا در طول ویدئوی قبلی و این ویدئو شاید به ذهنت برسه همش که خب حالا همه اینا رو میگی که چی؟ یا اینکه حالا که چیکار کنم؟ چجوری میشه با این در واقع مقابله کرد؟ یک روشی که حالا من خودم تجربه کردم و بسیار روش کارآمدی هست اینه که شما یه لیستی تهیه کنید. 2 تا لیست در واقع تهیه کنید. اول از همه یه لیستی تهیه کنید از چیزهایی که داری الان. خب از هر چیزی که داری رو بنویس، لیست کن. اگر یه سرپناهی داری، یه سقفی بالای سرت هست که تو رو در مقابل گرما و سرما و نمیدونم برف و بارون حفاظت میکنه، اون رو بنویس. لباس هایی که داری، غذای سالمی که میخوری، آبی که میری شیر رو باز میکنی میخوری، حالا کیفیت کم زیاد، یه شیر رو اینجوری باز میکنی، آب. دارم میگم که اینا یعنی چیزهای لباس هایی که پوشیدی الان، هر چیزی، همین گوشی که داری الان ازش منو نگاه میکنی، هر چیزی اینها رو بنویس و این لیست رو هم باید باز بذاری و هر روز سعی کن یه چیزایی به این لیست اضافه کنی. مثلا اگر سر راهت از سر کار، مدرسه، دانشگاه به خونه یه گل قشنگ دیدی، همین رو بنویس. پس این قدم اول در مورد لیست. قدم دوم شکرگزاری برای این هاست. احساس شکرگزاری، احساس این که خب خوبه که من اینها رو دارم. این حس ها، حالا هم اینها به اون عدم دزدی منجر میشه، به احساس قناعت، به احساس این که من خب یه چیزایی دارم یا به اندازه کافی دارم، هم از اون طرف
احساس رضایت، یعنی یه چیزیه که احساس رضایت، احساس آرامش میده. پس این لیست شماره 1. لیست شماره 2 چی هست؟ لیست شماره 2 اینه که خب درسته که من اون چیزها رو دارم، ولی قطعاً اون چیزها کافی نیست و زندگی رو به جلوه، زندگی رو به جریانه و من میتونم به روش‌هایی، به روش درستش طبیعی خودش چیزهای بیشتری داشته باشم. ولی حالا لیست رو تهیه کن، بنویس چیها میخوای یا چه چیزهایی فکر میکنی نیاز داری. پس چیزهایی که نیاز داری یا احساس میکنی که میخوام الان من این رو. مثلا من یک آخرین مدل آیفون رو میخوام، یه خونه مثلا فلان جا میخوام، ماشین فلان رو میخوام، نمیدونم فلان لباس رو میخوام با مثلا فلان نفر باشم، فلان چیز رو، هر چی به ذهنت رسید رو بنویس، هر چی که الان احساس میکنی که میخوای داشته باشی. خب این لیست هم باید تهش باز بمونه و هر روز بهش اضافه کنی. این قدم اولش مثل لیست 1. قدم دوم در مورد لیست 2 اینه که شروع کنی فکر کنی در مورد اینها. همه این کارا که دارم میگم آسون نیست، وقت میبره، ولی اثرات عمیقی توی زندگی تو میذاره. پس چه کار میکنی؟ این لیست رو که تهیه کردی یکی در مورد اینها فکر میکنی و یه سوال خیلی کلیدی، خیلی مهمی از خودت میپرسی. اون سوال چیه؟ که آیا این نیاز یک نیاز واقعی من هست یا یک نیاز در واقع بر اثر یه سری احساسات لحظه‌ای یا احساسات غیر واقعی هست؟ مثلا اگر تو فکر میکنی که من فلان ماشین رو میخوام، حالا یا ماشین نداری یا یه ماشینی داری و ماشین بهتری میخوای، خب بیا به این فکر کن، این از چه نیازی نشأت میگیره؟ اینی که تو میخوای یه ماشین بهتر داشته باشی چه نیازی رو برطرف میکنه؟ خب و به این فکر کن آیا این یک نیاز واقعیه یا نه. مثلا اگر تو میخوای ماشین داشته باشی، خب ممکنه واقعا نیاز تو باشه، یعنی تو میخوای که با این ماشین به سفر بری، نمیدونم چه کار انجام بدی، چی، هر چیزی ممکنه از یه نیاز واقعی باشه. یا اینکه مثلا میخوای زندگیت راحت تر بشه، مثلا این یه نیاز واقعیه، ولی باید دقیق به این فکر کنی، عمیق باید بهش فکر کنی. آیا این از اینجا نیومده که چون همسایه من، فامیل من، دوست من اون ماشین بهتر رو داره من اینو میخوام؟ آیا از اینجا نیومده که من اگر ماشین بهتری ندارم پس آدم ضعیفی هستم؟ آیا از اینجا نیومده که من اگر اون ماشین رو داشته باشم آدم بهتری هستم، آدم قدرتمندتری هستم؟ ببینید اینا خیلی ظریفه و نیاز به فکر داره. به اینا فکر میکنی و این سوال رو مطرح میکنی. پس آیا این از یک نیاز واقعی میاد یا نه؟ حالا دو تا جواب ممکنه داشته باشه. اگر جوابش آره است، یعنی از یک نیاز واقعی میاد، بعد چیکار میکنی؟ مرحله سوم اینه که بیای بنویسی من حالا در راستای رسیدن به این چه کارهایی میتونم انجام بدم، چه کار باید بکنم. اینجوری نیست که من اینو میخوام پس باید باشه، باید واسه کاری بکنم. بنویسی چه کارهایی میتونم بکنم و شماره 2 که شاید مهمتر از شماره 1 اینه که به خودت بگی که من تلاشم رو میکنم، ولی اگر حالا من کلمه قسمت رو به کار میبرم ولی خیلی کلمه خوبی نیست، چون قسمت اینجوری نیست که من این قسمتم، به تلاش تو بستگی داره، ولی اینجوری هم نیست که حتما تو به هر چی میخوای و واسش تلاش داری برسی. دنیا پر از عوامل مختلفیه که روی رسیدن تو به چیزها تاثیر میذاره. پس به خودت بگی که من ممکنه به این نرسم و باید صبور باشم، در آرامش صبر کنم تا وقتش برسه و از وقتا الان وقتش نیست، وقتش در آینده است، حالا یا آینده نزدیک یا دور. پس این خیلی مهمه که به خودت این رو بگی که من تلاشم رو میکنم ولی با آرامش نتیجه این تلاش رو میپذیرم. پس این مال این بود که جوابت آره باشه. اگر جوابت نبود و فهمیدی که نه این از یک نیاز غیر واقعی میاد، اون وقت تمرین این
کنی، بذاری کنار. اصلا آسون نیست. یعنی اینجوری نیست که اینجوری کنی خب این نیاز از نه، نیاز به مدیتیشن داره. فکر کنی، واقعا فکر کنی. مثلا توی اون مثال ماشین فکر کنی که اگر همسایه تو اون ماشین رو داره 100 تا چیز دیگه ای که تو داری رو اون نداره و حتما چیزهای مادی هم نیست، ممکنه معنوی باشه، اون نداره اونها رو. به اضافه این که تو یک بخش از زندگی اون رو میبینی، فقط این ماشین رو میبینی، گذشته و آینده اون فرد رو نمیبینی، این که درونش چه خبره نمیبینی، بقیه مسائلش رو نمیبینی. خب و یا اینکه مثلا اگر اون ماشین فکر میکنی که به تو مثلا اگر اون ماشین رو داشته باشی آدم بهتری خواهی بود، به این فکر کنی که خب بهتر، آیا من با وجود بدون اون ماشین آدم بهتری نیستم؟ اینا خیلی نیاز به فکر داره. من دیگه بیشتر از این از وقت شما ندزدم. به عبارتی توی ویدیو قبلی گفتم ما میتونیم از وقت دیگران بدزدیم. یکی این که با 2 تا مطلب من تموم میکنم. یکی این که این حرفایی که من میزنم توی ویدیو قبلی گفتم که یک نوع دزدی این هست که ما یک ایده ای رو از یه نفر بگیریم و به عنوان ایده های خودمون اینها رو در واقع ارائه بدیم به دیگران. من اینو باید بگم که اینها ایده های من نیست، اینها آموزه های یوگا هست و حالا میشه گفت آموزه های خرد بشری هست که حالا اگر در مورد یوگا بگیم مثلا از 5000 سال پیش این نسل به نسل سینه به سینه اضافه شده بهش، تجربه شده، غنی شده و رسیده به من. خب و من هم سعی میکنم اگر بتونم یه مقدار اون رو غنی کنم با تجربه های خودم، با بیان خودم، حالا اون رو مثلا واسه شماها قابل فهمتر بکنم، اگر بتونم قابل دسترسی کنم و از تجربه های شخصی زندگی خودم یه چیزی بهش اضافه کنم و به شما بدم. پس این مهمه که من بگم که اینها ایده های من نیست یا حالا بیشترش نیست. و نهایتا هم این نکته که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم، ممکنه وقتی این حرفا رو میزنم میگم که مثلا اگر از ذهنت گذشت که از کیفیت کاری که میخوای انجام بدی مثلا کم کنی، این یک نوع دزدی اتفاق افتاده، ممکنه تو ذهنت بگی که حالا دیگه زندگی همونقدر سخت نیست، ولش کن، آسون بگیر، حالا دیگه این اشکال نداره، این قدم دیگه مهم نیست. از این حرفا ممکنه، آره، اگر اینجوری فکر میکنی ممکنه که اینجوری باشه، ولی زندگی ما از مجموعه انتخاب‌های ما تشکیل شده. تو هر انتخابی که میکنی زندگیت رو تغییر میدی، مسیر زندگیت رو عوض میکنی. میدونم که یک جاهایی واقعا چیزهایی که اتفاق میفته دست ما نیست، یه اتفاقاتی واسه ما میفته که دست ما حالا حداقل مستقیم توی دستای ما نیست، ولی بخش عمده زندگی توی دستای ماست و ما میتونیم تعیین کنیم توی بسته به شرایطی که هستیم. حالا این که میگم شرایط بسته به واقعیت ها، توی ویدیوهای ساتیا اینو توضیح دادم که ما باید واقعیت های خودمون رو بشناسیم و بر اساس اون رو رفتار کنیم. پس این رو میخوام بگم که ما با انتخاب هامون تعیین میکنیم که توی چه سطحی قرار داریم، توی چه سطح انسانیت، توی چه سطح معنویت قرار داریم و فرقی هم نمیکنه حالا اینکه ما توی این سطح باشیم یا نه. نمیخوام در موردش قضاوت کنم بگم یکیش خوبه یکیش بده، ولی میخوام بگم که انتخابه. ولی اینو میتونم قطعی بگم که انتخابه و تو انتخاب میکنی که کجا باشی با همه این کارهایی که گفتم. خب فکر کنم همه چی رو گفتم. امیدوارم که این ویدیو بتونه یک ذره راهگشا باشه، یک ذره بتونه کمکی بکنه در راستای این انتخاب هایی که گفتم. و من همیشه گفتم نمیخوام اینجا متکلم وحده باشم، نمیخوام سخنران باشم، چون نیستم اینها و همیشه دوست دارم که مکالمه اتفاق بیفته. لطفاً توی کامنت ها بنویس، از تجربیات خودت بنویس به نظر تو دزدی چیای دیگه میتونه باشه، هر چی که دوست داری، هر چی میخواهد دلت تنگت بگو، من با شوق و ذوق اون رو میخونم
همینطور اگر فکر میکنی این ویدیو ممکنه به درد کسی بخوره، ممکنه اندکی، همون اندکی گفتم واسه کسی راه گشا باشه، لطفاً به من کمک کن که این انرژی رو منتقل کنی، این خرد رو منتقل کنی به دیگران. مثل همیشه واسهتون آرزوی سلامتی این تن، سلامتی ذهن و سلامتی احساسات دارم. نمسته.